هذا النور شفاء صدور. چگونه که در سر تلفن با دقت می‌نشینی، در سر جای نماز هم با دقت بنشین. چگونه که رساله های تلفن را با هوس می‌خوانی، پس قرآن را نیز با هوس بخوان. چگونه که تلفنت را قوه برق می‌دهی، پس ایمانت را نیز قوه داده کاملش کن. چگونه که در زنگ های تلفن با آداب جواب می‌دهی، پس در فرموده های خداوند هم با آداب جواب اجابت نما. چگونه که ویروس های تلفن را تازه میکنی، پس گناهان خود را نیز همین گونه با صوم و صلات و سایر نفایل و طاعت تازه بکن. چگونه که در تلفنت مبلغ میگذرانی، پس به یتیمان و بیچارگان و درویشان نیز همین گونه خیر و صدقه بکن. چگونه که در سر ادنا کلاسیک و فیسبوک و واتساپ ساعتها می نشینی، پس با یاد خداوند هم ساعتها باش. چگونه که به تلفن طاقت نداری، پس باید به قرآن هم طاقت نداشته باشی. الله سبحانه و تعالی می فرماید پس مرا یاد بکنید، با پاکی یعنی ذکر و تسبیح نمایید تا شما را در معلی اعلی یاد کنم و شکر مرا بیارید و کفران ننمایید. با دوستان نشر کنید، شاید سبب پند و عبرت آنان شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.